بسم الله الرحمن الرحیم. درس تحقیق بر عملیات جلسه 19. دقیقا جلسه پیش دانشجوها پیشنهادشون این بود که همون چیزی که جلسه پیش گفتیم و دوباره یه تکراری بکنیم و ادامه بدیم. فکر کنم یعنی من اینجوری برداشت کردم از نظرات حضار. اونایی که غایب بودن که خب غایب بودن، درش از نظراتشون بهره‌ای نداره. حالا دقیقاً من میخوام همچین کاری بکنم که همون چیزی که جلسه پیش گفتم و بگم. خب فقط طبیعتاً از یه جای دیگه ای من میخوام شروع کنم بحثو و برسیم به همون مبحث قبلی، اون 2-3 تا اسلایدی که جلسه پیش گفتیم و بگم و شاید یه مثالایی ببینیم. از این مثالا شاید قبلشون. ببین اولش من میخوام در مورد یه تبدیل فوریه صحبت کنم، برعکس جلسه پیش که از با یه انگیزه دیگه ای. یعنی دقیقاً جلسه پیش اومدیم گفتیم چرا رفتیم سراغ مسئله یافتن حل دستگاه معادلات تونوک و اگه صداش خیلی رو اعصابه من یه فکری بکنم، اصلا نمیدونم چه فکری بکنم، ولی به هر حال تلاشی میتونم بکنم. ولی حالا خلاصه از یه انگیزه دیگه ای رفتیم برای سراغ حل دستگاه تونوک. الان میخوایم از یک انگیزه دیگه ای وارد بشیم که اون همون چیزی بود که میخواستم آخر جلسه پیش بگم. ببینم من بگم بوق نزن، اگرچه به نظر نمیاد موفقیت آمیز باشه. مثلا کوش کلا مثلا نیست اینجا. نمیدونم این صداش متاسفانه سیاه همه چی کنده الان اینجا. خب حالا تا این یه فکری میکنه ما ادامه بدیم. پس میخوام از یه انگیزه دیگه شروع کنم که انگیزه واقعی تریه. این اولی زر بگیم تبدیل فوریه چیه. نمیدونم میدونین تبدیل فوریه چیه یا نه. فرض میکنم که نمیدونین تبدیل فوریه چیه و اندکی در موردش توضیح میدم. ببین ایده اول تبدیل فوریه از اینجا اومده بود که یه کسی فکر میکرد، فکر کنم همون فوریه هم بود اسمش، سوالش این بود که با تابع های سینوسی، مثلا فرض کنید سینوس چند ایکس، یعنی یه تابع های تناوبی، مثلا سینوس ان ایکس تابع تناوبیه، با سینوس ان ایکس چه توابعی رو میشه ساخت. یعنی با فرض کنید میخوایم یه سری سینوس ان ایکس رو با یه سری ضرایبی با هم جمع کنیم. سوال اینه که چه توابعی میشه ساخت. آیا میشه همه توابع رو ساخت یا مثلا بعضی از توابع رو میشه ساخت. مثلا یه کار مفصلی در این زمینه انجام داد. خب اولا که با سینوس NX همه چی رو نمیشه ساخت. یه مشکلمون اینه که شما هر چند تا سینوس چند ایکس رو با هم با هر ضریبی جمع کنی همیشه اینا تو صفر میشن. درسته؟ پس اینو نمیشه دقیقا ساخت. همه چی رو نمیشه با این ساخت. یه چیزایی بهش اضافه کنیم که یه ذره قوی تر بشه، اونم کوسینوس ایکسه. پس ما سوال دقیق‌تر اینه، سوال بهتر اینه که آیا با یه سری کوسینوس چند ایکس، با یه سری ترکیب یعنی جمع یه سری کوسینوس چند ایکس با یه سری سینوس چند ایکس، سوال اینه که چه چیزایی میشه ساخت. خب چه توابعی میشه ساخت. اینو میدونین آیا؟ خب حداقل یه نفر نمیدونه. یه نفرم میدونه، 2 نفر نمیدونه. خب ما نمیخوایم به این سوال جواب بدیم در حقیقت که چه توابعی میشه ساخت چه توابعی نمیشه ساخت. ولی کاری که دوست داریم بکنیم اینه که یه ذره با این سرکله بزنیم، با این ساختن توابع با یه سری سینوس، با ضرایب زیر سینوس. مثلا نگاه کنین، این یه تابع، این تابع خاکستری اینجا یه تابعیه خب که به صورت جمع یه سری تابع سینوسی با هم ساخته شده. یعنی مثلا این تابع سینوسی به اضافه این تابعی که فرکانسش 3 برابر اینه، این فرکانسی که 5 برابر اینه، رو با هم جمع کردیم با این ضرایب. مثلا نگاه کنین این
مثلا 1 برابر این جمع شده، این کمتر از اون جمع شده، ذره کوچیکش کرد. اینا رو مثلا با هم جمع کنیم یه همچین تابعی ساخته میشه. خب مثلا پس این تابع خاکستری رو اگه در نظر بگیریم میشه با ترکیب اون تابع، با ترکیب یه سری سینوس ساخت. خب با این ضرایب، با جمع یه سری تابع سینوس چند ایکس با یه ضرایبی. خب این تابع راستیه رو اگه یه تابع در نظر بگیریم، این چپ رو اگه نگاه کنی، این محور در نظر بگیریم، یه تابع در نظر بگیریم، این محور چپ رو اگه در نظر بگیریم، اینم یه تابع، یک چیز، یه تابعیه دیگه که توی صفر تو 1 مثلا ضریبیه که میخوایم به این تابع سینوس x بدیم، تو 2 دوباره صفر، تو 3 ضریبیه که میخوایم به این بدیم، همینجوری الی آخر. این یه تابع پیوسته‌ایه، این ور یه تابع گسسته‌ایه. درسته؟ یعنی همین چیزی که ما الان داریم سمت راست توصیفش میکنیم با یه تابع پیوسته، میشه توصیف سمت چپیشو نوشت. چطور؟ خب این توصیف همینه دیگه، داریم میگه چقدر سینوس ها رو با هم جمع کنین راستی ساخته بشه. پس توصیف دو جور توصیف یه چیزه. درسته؟ خب اصطلاحاً به این نمودار سمت راستی میگن نموداره، یا چیز تابع سمت راستی میگن برداره تابع تو حوزه زمان. به این تابع سمت چپی که تابع گسسته است میگن تابع تو حوزه فرکانس اصطلاحاً. خب یک مثالیه که ما اینجا نمیتونیم ببینیمش، یعنی یه مثال دیگه یه که اینجا نمیتونیم ببینیمش. بزنیم نمیتونیم. آیا از اینترنت بهره‌ای داریم؟ یه مثاله از یه تابعی که با یه سری جمع تابع سینوسی ساخته شده. اینه در حقیقت. نگاه کن اینو. نگاه کن اینو. مثلا این تابع، اول این بالایی رو فقط نگاه کنیم. این یه ضریبی از سینوس تتاست. یعنی اگه نمودارشو بکشیم یه همچین نمودار شبیه این نمودار زرده میشه. خب این پایینیه اون ضریب 4 پیوم سینوس تتاست به اضافه 4 3 پیوم سینوس 3 تتاست. این پایین سبز است که میکشیمش تابش. نگاه کنید میتونین اینجوری توصیفش کنین دیگه. میتونین اینجوری توصیفش کنین که انگار اون دایره بالایی رو یه دونه دایره سبز که اندازش شعاعش کمتره 4/3 پیه گذاشتین روش و اینا دارن با هم حرکت میکنن. این محور اینوری، محور وایا میشه اون نمودارتون تو زمان. این که میچرخه اون نمودارتون تو زمان میسازه. حالا یه دونه از این آبیا یعنی 4-5 پیوم که یه ذره کوچیک‌تر از سینوس 5 اضافه کنیم این شکلی میشه. یه دونه دیگه هم اضافه بهش بکنیم، از اینا بهش اضافه کنیم این شکلی میشه. نگاه کنین، اگه نگاه کنین ما انگار داریم تابع مربعی رو میسازیم و داریم سعی میکنیم تابع مربعی رو با یه سری تابع سینوسی تخمین بزنیم. تابع مربعی خب اصلا تابع سینوسی همشون گردن و اینا لبه های نرمی دارن، در حالی که این تابع مربعی اصلا لبه های نرمی نداره. ولی نگاه کنیم ما انگار داریم با یه تعداد از اینا رو سرهم میکنیم، تابع مربعی سعی میکنیم تخمین بزنیم. خب سوال اون آقای فوریه این بود که چه توابعی رو میشه با این جمع اینا، مثلا نگاه کنیم ما 4 تا از اینا اضافه کردیم یه چیزی شبیه تابع مربعی ساختیم. سوال اینه که چه تابعی میشه با جمع یه سری از اینا تخمین زد. خب اون روی این سوال کار میکنه، ما دقیقا روی این سوال کار نمیکنیم ولی خب از جواب اون استفاده میکنیم. خب جوابی که اون در حقیقت ارائه داد این بود که تقریبا همه توابع خوبو میشه با این توابع سینوس و کوسینوسی ساخت. به عبارت دیگه این معنیش اینه که تابع های فرکانسی، تابع های سینوس و کوسینوس رو در نظر بگیرین یه پایه‌ای هستن برای همه این توابع خوب. درسته؟ این تعبیر رو متوجه میشین؟ چون یعنی میشه با یه ضریبی از اونا ساخته، انگار اونا یه پایه هایی هن، ما یه تعداد از این پایه ها رو با هم جمع کنیم تابعمون ساخته میشه. توابع میتونین با پایه های مختلفی نشون بدین دیگه. یکی از پایه ها اینه که بگین تو هر ایکسی چنده، یعنی که پس یه ترکیبی، یعنی یه ضریبی از همه این که تو هر ایکسی چنده بدین. این یه جور توصیف اون تابع است. یه جور دیگه توصیف تابع اینه که بگین از هر سینوسی چند تا داره. اینا همون توصیفه، دقیقاً توی پایه دیگه نشون داده میشه. درسته؟
واضحه؟ اینم حالا ما الان باش خیلی سر کار نداریم، ولی خب خوبه که بدونیم همچین چیزی هست. و اینو دقیقاً به این کار میگن تبدیل فوریه. اینکه یک نموداری داریم، اینو به صورت پایش رو عوض میکنیم، میبریم تو پایه فرکانس ها. یه نموداری داریم، اینو می‌نویسیم به صورت یه تعداد سینوس و کوسینوس می‌نویسیم، ضرایب سینوس کوسینوس. این که اولی رو داشته باشین، از ضرایب سینوس کوسینوس در بیاریم، به میگن تبدیل فوریه. خب و خب طبیعتاً یک سینوس، یعنی جمع یه سری سینوس و جمع یه سری کوسینوس خیلی چیز چی میگن توصیف دلنشینی نیست. از اون توصیف دلنشین تر اینه که ما بتونیم هر تابعی رو به صورت جمع یه سری چیزایی، یه سری توابع مختلط بنویسیم که خب توابع مختلط سینوس کوسینوس رو توشون دارن. دقیقاً اون توصیف واقعی، به نظر میاد توصیف واقعی اینه که شما میتونین هر تابعی از اون تابع خوبا رو به صورت ترکیب خطی یه سری از این توابع مختلط بنویسید. خب من این نوشتم یا نه؟ ننوشتم اینو. حالا اینو میتونین تصور کنین دیگه. دقیقاً به عبارت دیگه یه همچین چیزی میشه. میگه هر تابع خوب fx رو میتونیم به صورت یه سری سیگما ای به توان منهای آی n، درسته؟ آی n x به روی 2p ضرب در یه ضرایبی n مساوی 0 تا بی نهایت نوشت. این یعنی چی؟ اگه درست نوشته باشم، فکر می‌کنم درست نوشته باشم، این نیا کنین ای به توان این n یا یک n اون باید باشه. خب حالا اگه ممکنه من اشتباهی کرده باشم در این، خیلی جدی نگیرین، ولی این ای به توان آی یه چیزی، این آی به روی آی ان به روی 2p، خب مثلا مشکوک کنیم این باید تو مخرج باشه یا تو صورت باشه، ولی به هر حال فرق چندانی نمیکنه. این ای به توان منهای آی یعنی رادیکال منهای 1. خب اینا میشن اعداد مختلط. خب اعداد مختلط به طول 1، یعنی میشن یه نقطه رو دایره اعداد مختلط، یه نقطه رو دایره اعداد مختلط، مثل این ای به توان آی مثلا فی و میشه کوسینوس و سینوس نوشت دیگه. دقیقاً این همون ترکیب کوسینوس سینوس ماست. با یه ضرایبی میگه اگه اینا رو با هم جمع کنین که این ضرایب اجازه میدیم اعداد مختلط باشه. چه میتونه این سینوس رو بیاره بیرون یا کوسینوس رو بیاره بیرون. اون تابع، هر تابع مختلط خوبی و حتی یعنی لازم نیست حقیقی باشه، هر تابع مختلط خوبی میشه به صورت همچین چیزی نوشت، حالا با یه قیودی. خب این ای به توان منهای آی یه چیزی میشه، پس یک چیز رو این آن یه ذره بزرگش میکنه، میشه یه عدد مختلط و میشه هر ایکسی که بذاری میشه یه عدد مختلط و اینا رو با هم جمع میکنه. این میشه تابع ما. خب واضحه حدوداً چی دارم میگم؟ دارم میگم که اون سینوس و کوسینوس به نظر میاد یه توصیف غیر واقعی از یه چیز واقعی که اون همون اعداد مختلطن. یعنی دقیقاً داره میگه هر چیزی میشه به صورت یه سری تابع تناوبی مختلط نوشت. خب اینا توابع تناوبی مختلطه. آن نه تنها صحیح نیست بلکه حقیقی هم نیست. یه اعداد چیزن، اعداد مختلطی هست تو حالت خیلی کلی. ها چون میگین شبیه چیزای صحیح نوشتنش ها. خب حالا این حالت اعداد، حالت کلیش، حالت اعداد توابع پیوسته و توابعی که رو کل آر مثلا تعریف شدن و اینا، یا روی آر مثبت تعریف شدن. ولی ما الان این مسئله ما نیست. مسئله ما توابعی هستن که توابع گسستن و روی آر لزوما تعریف نشدن، مثلا روی n تا عدد تعریف شدن به طور خاصه. دقیقاً مسئله ما
شبیه همونه ولی روی برداره. یعنی فرض کنیم مثلا یه بردار داریم، بردار انتایی مثل این A0 تا AN منهای 1، یه بردار عدد حقیقیه مثل جزء A. خب اندیسش هم از 0 گذاشتیم دیگه. اینو میشه این مثل همونه، مثل تابه است، فقط گسسته است، فقط انگار روی 1 تا n منهای 1 تعریف شده. همون شبیه همون تبدیل فوریه رو اگه گسستش بکنیم، این تابع سینوس x رو بگیریم، ولی فقط روی نقاط گسسته نگاش بکنیم. یعنی روی نقطه فرض کنین این بازه 0 تا n و ما یعنی n تا عدد دیگه اینا. این کلا یه ذره فشرده بکنیم بندازینش رو عدد 0 تا 1. خب یعنی میشه 0 اگه رو n تا عدد بندازیم تو بازه 0 تا 1 هم نه دقیقه، تو بازه 0 تا 1 منهای 1 n بندازیم. خب اون وقت خود سینوس x اگه گسسته کنیم یه سری عدد میشن دیگه. خب بعد اون وقت انگار ما میخوایم این بردار رو به صورت ترکیب خطی اون بردارای سینوس x رو گسسته شده، بردار سینوس x و سینوس 2x و اینا بنویسیم. واضحه چیکار میخوایم بکنیم؟ نه یا واضحه؟ نمیدونم الان واضحه یا واضح نیست. ببین به طور کلی یه همچین چیزی، یعنی فرض کنید اونجا تو حالت قبلی میخواستیم نمودارمون رو تابعمون رو به صورت یه سری ترکیب خطی مثلا از سینوس x، مثلا سینوس x یه دونه دور میزد، سینوس 2x مثلا 2 تا دور میزد، من نمیدونم درست کشیدم، مثلا اینجوری 2 تا نوسان داشت، سینوس 3x همینطور اینا بنویسیم دیگه. خب حالا اینجا ما میخوایم بریم تو فضای گسسته، چیکار میکنیم؟ میگیم انگار که من میخوام یه دونه بردار دارم، این بردار رو به صورت یه چیزی، یک ضریبی از سینوس x و سینوس 2x و اینا بنویسم. خب ولی الان سینوس x و اینا چیز پیوسته ایه. یعنی میخوام یه همچین کاری بکنم، انگار تابع همون تابع سینوس x رو بگیرم گسستهش بکنم. گسسته چجوری؟ بیام این بازه رو اینجا اسمش بذارم 0، اینجا اسمش بذارم n، بعد ببینم مثلا توی 1 این چند میشه، اینو بیارم اونجا بذارم، پس یه تابعه گسسته ای میشه مثلا اینطوری، اینجوری. خب این به جای سینوس x، من به جای سینوس x گسسته شدهش یه همچین چیزی میشه، سینوس 2x هم گسسته شدهش همینجوری میشه الی آخر. خب این اول ورودیمون یه برداره، این هم یه سری سینوس x یه بردار میشه دیگه، سینوس 2x رو برای یه بردار میشه، یه سری بردار میشن. من انگار این بردار اولمو میخوام به صورت ترکیب خطی این بردارا بنویسم. درسته؟ اگه این بردارا خوب باشن، یه پایه بسازن، پایه مثلا متعامد یک بسازن، وقت معنیش اینه که من میخوام این بردارمو تو اون پایه بنویسم دیگه. خیلی کار معمولیه توی توی دنیای جبر خطی، کار خاصی نیست، کار عجیبی نیست. خب این بردارای جذابیه، این پایه جذابیه. فرقش با یک حرف کلی زده اینه که این پایه جذابیه. الان واضحه چی میگم کلا؟ شما همونی نبودین که اونایی که میدونستن قبلا الان میدونن. به هر حال یه همچین بردار داریم، میخوایم تو همچین پایه بنویسیم. خب اینو اگه بخوایم حالا بنویسیم و تر و تمیز بنویسیم، اینا یه همچین چیزی میشه که اون پس من بعد وقتی میخوام توی پایه دیگه بنویسم، بعد مثل اینه که ضرب در این بردارم و ضرب در یه ماتریسی بکنم تا این پایه هاشو عوض کنم. درسته؟ اون ماتریسی که باید توی ضرب کنم تا پایه ها عوض شه این ماتریسه. اگه من یه بردار آ داشته باشم تو فضای زمان، بخوام ببرمش تو فضای فرکانس، یعنی با اون پایه های فرکانس، یه چیزی که یادم رفت بگم اینه که اینجا تو سینوس x و اینا وقتی بود که عدد حقیقی داشتیم دیگه. اینجا وقتی عدد مختلط داریم، توابعمون هم توابع نوسانی مختلط، توابعمون رو وقت اینجوری می‌نویسیم، توابعمون رو می‌نویسیم مثلا به جای سینوس x یا کوسینوس x، ریشه اینجا چون انتایی همه چی بود، با ریشه انوم واحد کارمون را میفته، میشه اومگا
n فرض کنیم اومگا n میشه ریشه n واحد به توان اومگا n به توان i میشه آیومین چیزمون، آیومین تابع تناوب. به جای سینوس 1x مثلا اومگا n به توان 1 داریم، به جای سینوس 2x اومگا n به توان 2 داریم. حالا به جای xش هم اونو باید به توان x برسونیم. خب یعنی اومگا n به توان i مثلا فرض کنیم اومگا n به توان 1 هست سینوس x. خب این xش کجاشه؟ این xش هم اینجاشه به توان x. پس به جای سینوس x ما اینو داریم اومگا n به توان، به جای سینوس آیلته بعده به خاطر اینکه رادیکال منفی یکم آیه زمین جی اومگا n به توان j به توان x. این جای سینوس جی ایکسمون کار میکنه، این همون نوسانه داره دیگه. خب یعنی مثلا اومگا n به توان 1x این توی یه دور که یه دونه x رو از چند تا چند میبریم، x رو از 0 دقیقاً از 1 اگه تا n ببریم یه دور میزنه، یا از 0 تا n بریم برمیگرده یه دور میزنه برمیگرده سر جا اولش. یعنی ریشه n واحد اومگا n ریشه n واحد دیگه. j بزنین 1، این x رو اگه 0 بذارین میشه 1، 1 بذارین میشه ریشه n واحد، 2 بذارین میشه ریشه n واحد به توان 2 تا ریشه n واحد به توان n دوباره همون میشه 1. درسته؟ ریشه n واحد بود دیگه. عدد مختلط رو که بلدین دیگه، نه؟ عدد مختلط و ریشه n واحد و اینا رو که بلدین. انشالله که بلد باشین. فکر کنم بلد باشین. خب حالا اگه اینو در نظر بگیرید این اومگا که میبینین همین ریشه n واحده اینجا. پس خب اومگا n به توان j ضرب در x هم خب میشه اومگا n به توان jx. خب پس اون بردارای پایم میشه اومگا n به توان jx به ازای j های مختلف. j رو مثلا بذارین اول بذارین 0 بعد بذارین 1 تا بذارین n منهای 1 میشه اون سینوس n x های مختلف. خب حالا این داستان ها رو همه رو رها کنیم، همه این اینا همش داستان بود بذاریم کنار. تبدیل فوریه رو میشه، این تبدیل فوریه گسسته رو میشه اینجوری تعریف کرد از اول. مثلا من الان همین درس پیش همینو درس دادم تو اون یک کلاسم، از اینجا شروع کردم که بسم الله الرحمن الرحیم یه بردار n بعدی داریم از عدد مختلط، تبدیل فوریه‌اش رو اینجوری تعریف میکنیم که اگه آ بردار اول باشه آهت یعنی بردار تبدیل فوریه یومین عنصرش رو اینجوری تعریف میکنیم، یک انوم سیگما j مساوی 1 تا n منهای 1 آ جی اومگا به توان منهای یو جی. نگو کسی آها یه ذره صبر کنیم. پس من اینترنت رو نه خوبه، ولی من باید اینترنت رو به حال جابجا کنم، یادم رفت اینترنت رو عوض کنم. یک ثانیه صبر کنیم من برم در اون یکی اینترنت. آیا من برگشتم یا برنگشتم؟ خب اومدم الان. آیا صدای من دارین؟ خب یه نگاه دیگه هم بکنم که داره ضبط میشه. آیا نظر میاد که ضبط هم داره میشه؟ خب پس این عرض میکردم که من اصلا تو این کلاس هم اینجوری شروع کردم. بسم الله الرحمن الرحیم تبدیل فوریه یه بردار n بعدی رو اینجوری تعریف میکنن که یومی این بردار جدیده رو از ضرب داخلی اون بردارم آی جی یا در اومگا به توان منهای یو جی،
یعنی یه بردار در نظر بگیریم، اومگا همون ریشه n واحده، n هم تعداد ایناست، میشه n واحد به توان منهای یو جی. یعنی یه بردار در نظر بگیریم که عنصر عنصر جی اومش، ببین یو اومی اینا رو میخوایم حساب کنیم، اینو ضرب میکنیم تو این بردار که عنصر جی اومش هست اومگا به توان منهای یو جی، یعنی اومگا به توان صفر اولین عنصرش، اومگا به توان منهای صفر، دومیش هم اومگا به توان منهای یو ضرب در یک، یعنی اومگا به توان منهای یو بعد از اومگا به توان منهای دو یو همجوری الی آخر. خب این یومی اینا رو از ضرب داخلی آ در این به دست میاد. یعنی خب به عبارت دیگه آهت و آکلا رو میشه به صورت ضرب یک ماتریس در آ به دست نوشت، اینجوری که این یه ماتریس زده که یو و عنصر یوم سطر یوم ستون جی اوم این ماتریس هست یک انوم اومگا به توان منهای یو جی. این تعریفه. مثلا به اینکه چیه و چرا هیچ کاری نداشتیم در اون یکی کلاسه، چون وقت نداشتیم به اون چیزا کار داشته باشیم. خب این تقریبا میخوایم بدونیم، یعنی خودمون میخوایم بدونیم از کجا اومده اینا، فرکانس ها اینا دقیقا بردنش توی حوزه فرکانسه. خب و همونطوری که این وری تبدیل میشه چون تغییر پایه است طبیعتا میشه معکوسش هم تعریف کرد، یعنی شما فرکانس ها رو داشته باشی خودشو بسازی. چجوری؟ اونم میتونید انگار تو وارون اون ماتریسه ضرب کنید. وارون این ماتریسه خیلی خوبه، وارونش هم شبیه خودشه. البته این یک ضریبی دقیقاً وارونه این نیست، مثلا یک چندم این میشه وارون اون، ولی به هر حال وارونش هم یه همچین شکلی میشه که اومگا به توانه که اون سطر جی اوم ستون یو اومش هست اومگا به توان یو جی. خب تقریبا یه چیزی مثل ترانهاده اون ماتریس میشه. نگاه کن این سطر یو اوم ستون جی اوم، این سطر جی اوم ستون یو اوم، این تقریبا مثل ترانهاده اون ماتریس میشه. علاوه بر این توانش منفی، این توانش مثبت، این توانش منفی. اینا در حقیقت پایه‌های اون فضا جدیدن. شما میخواین از فضا جدید ببرین تو فضا قدیمیه، بعد ضرب در پایه‌ها بکنین دیگه. ببینید این پایه‌های این فضا جدید تو اون قدیمیه چه شکلی بودن. اینا دقیقاً همون تابعای سینوس ایکس اینا. این انگار داره میگه آقا چه ضریبی از سینوس ایکس رو جمع کن، چه ضریبی از سینوس 2 ایکس رو جمع کن. واضحه؟ نه من نمیدونم چقدر جبر خطی جزء چیز دانش عمومیه، ولی فکر میکنم اینا رو دیگه براتون مثل آب خوردن باشه. خب پس همه این تصورات رو بذاریم کنار. تبدیل فوریه اینه که یه بردار آ میگیره ضرب در این ماتریس میکنه و بردار آهت و آکولا رو تولید میکنه. معکوسش هم هست که اگه داشته باشین ضرب در این بکنین این آ تولید میشه. اوکی تا اینجا واضحه؟ این صفحه در حقیقت واضحه. نظرسنجی کنم آیا دیگه جون نداره این کامپیوترن که الان نظر بخواد بسنجه. ولی خب الان به نظر میاد اگر نظرسنجی نکنم شما نمیگین که بالاخره فهمیدین یا نفهمیدین، درجه بذارین نظرسنجی رو بکنه. خار پس الان در این نظرسنجی میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که آیا فهمیدین تبدیل فوریه این آخریه چیه یا نه؟ داستاناشو ولش کنیم. خود تبدیل فوریه رو فهمیدین چیه یا نه؟ خب اوضاع خیلی هم بد نیست. خب اوضاع خیلی هم بد نیست. در حال اوضاع خیلی هم بد نیست. دوباره میگم تبدیل فوریه یعنی این
که یه بردار آ داریم ضرب در این ماتریسه که من اینجوری تعریفش میکنم بکنیم و این بردار آهت به دست بیاد. این میشه تبدیل فوریه. خب یه مثالی بزنیم. ببین این تبدیل فوریه خاصیت خوبی داره. اینا که خب تعریف ساده بود. یه خاصیت خوبی داره. خاصیت خوب رو بیاین با هم ببینیم. چجوری این خاصیت خوب رو ببینیم؟ بدین صورت که من خودم راستش اینو خیلی این کاری که الان میخوام بکنم خیلی آشنا نیستم. ولی بذارین با هم انجام بدیم. همین الان پیش پای شما از یه رو پیش من شروع کردم به انجام این کار. ببینین میخوایم یه آزمایش کنیم ببینیم واقعا تبدیل فوریه چقدر خوبه. چجوری این کار بکنیم؟ یه فایل ویویه، یه فایل صداییه. میخوایم فایل صدا رو تبدیل فوریه‌شو بگیریم ببینیم آیا بهتر میشه، ساده تر میشه یا نه. من احساسم اینه که تبدیل فوریه‌شو بگیریم یک تابع ساده تری بشه. یعنی همینطوری نگاه کنیم تابع ویو یه تابع خیلی پیچیده است، تبدیل فوریه‌شو بگیریم خیلی ساده بشه. میخوام یه همچین چیزی رو هم تجربه کنیم. فایلی که داریم اینه. دقیقاً خود اول همونی که اول کلاس براتون یه تیکچه گذاشتم که الان ببینم صداشو میشنوین آیا ببار ای بارون ببار. اینه شنیدین الان؟ خیلی خوب. حالا خیلی اینو این شکلشو بکشیم ببینیم بعد چی تبدیل فوریه‌شو بگیریم. همون تبدیل فوریه که تعریف کردم ببینیم آیا درست کار میکنه یا نه. بذارید من این متغیرها رو پاک کنم. من الان پیش پای شما یه ذره خوندم دیدم یک لایبرری این که میتونین این آره این نرم افزاری که الان داریم با هم میبینیم نرم افزار آره. نمیدونم چقدر آشنایین. پیش پای شما الان نگاه کردم دیدم فایل ویو چجوری باید باز کردم. یه لایبرری داره لایبرری ساوند. همین الان نصبش کردم. یه دستور ساده اینستال نقطه لایبرری بزنین این نصب میشه و الان من اینو زدم قبل پیش پای شما زدم ولی خب الان دوباره میزنم اینجوری لود میشه. بعد فایل رو میخوایم لود کنیم فایل ویو این راهشه که این دستور رو میزنین و نمیدونم آر چقدر بلدین. این یعنی که این تابل ران میکنه و این ورودیشه این خروجیش هم میریزه این تو با این دستور میریزه این اون تو. اینو اجرا میکنیم و میگه به به اون فایل نیست. چرا؟ ببینیم کجاییم. یه جای پرتی هستیم. این هم جلو چشمونه. خب بعد بریم set working directory /download. خب cannot change. چرا set working directory loads بود. خب رفتیم تو دایرکتوری مناسب و الان اینو لود میکنیم. اینو لود میکنیم. این یه متغیری میشه که توش فایل ویومون هست که خیلی هم بزرگه. اصلا همینطوری 48 مگ فایلش. فایل mp3 2 مگ بود تبدیلش کردم به ویو با vlc 48 مگی شد. یه ذره با این اوضاع اسفبار کامپیوتر من طول میکشه تا اینو لود کنه. خب 182 مگ شد. اینجا نگاه کنیم اینجا خیلی بزرگه. خب فکر کنم این از این اینجوری بزنیم نشونش بده. چقدر پیشرفته است. درسته که میخواد نشونش بده ولی به نظر میاد خیلی سخت. اگر نتونه سال بش اینجوری نگاه کنین ببینین این چی شد. بیتس خیلی دیگه در حال مرگه. خب الان این خیلی کار ساده ای باید باشه براش چون خواستیم نشون بدیم رکیده یه بار دیگه اجراش کنیم ببندمش به نظرتون. من اینو یه بار ببندم به نظر میاد.
اصلا نمیشه. قدرت خدا. خیلی داره فشار میاد، مثلا بیچاره شده. ولی خب من چیکارش کنم اینقدر بهش فشار میاد؟ بذارین آرو فورس کنید که آرو به زور آرو کشتم. مثلا چیزا رو نشون نمیده، میدونین مثلا که چقدر سی پی یو هم داره، سی پی یو داره، کی داره چقدر سی پی یو مصرف میکنه رو کلا نشون نمیده. الان جوری داره میمیره. باید کمتر بهش سخت میگرفتم تو زندگی. اینم بذاریم ببندم. خب به نظر میاد آرو بست، ولی میدونیم این برنامه رو من بستم الان اون صداش در اومد. اینم بذاریم ببندم. اینم ببندیم. شاید اون وقت میخواستم دوستان، من نمیدونم چجوری میتونم اون ویور رو از 2 ثانیه‌شو فقط بگیرم. صدا هم دیگه دوستمونم شرکت صدا دادن. خب دانلودز ولی قبل از اینکه وصل شم و این کار رو بکنم، قبل اینکه وصل شم به این نرم افزاره، خیلی خوب بود. خب ببینیم دوباره اجراش کردم. من دوباره زدم لود کنه، لود کرد. خب حالا این کل فایله مثلا 100,000 تا چیز اولش رو برداریم. این یه سری چیز داره. اینا اومد. 3 تا متغیر داره: ساوند و ریت و بیتس. یه چیزایی هم مربوط به فایل صوتیه، مثلا اینکه هر چند تا خونش 1 ثانیه رو میسازه. خب اوناشو اگه بذاریم کنار، مثلا این دادهشو تو ساوند نگه داره. مثلا پس 2 تا مثلا اینکه کانال هم داره، مثلا گوشه راست و چپ. ما این داده X رو مثلا میریزیم کانال مثلا 1، اعداد 1 تا 100,000 رو بریز تو X. خب پس متغیر X مون شد. مثلا متغیر X رو بزنیم بکشیم، یه همچین چیزی متغیر X رو میکشه. یعنی پلاتش کردیم. الان اینجا سمت راست مثلا این متغیر X مونه. 100,000 تا عدد همینطوری میبینین پر از خورده ریزه. مثلا اگه بخوایم مثلا یه جاییشو بکشیم، مثلا فرض کنین این اوایلش صفره، یعنی مثلا فرض کنین از اینجا تا این، مثلا از اینجا از 2i4، یعنی از این چه دست داره، از 20,000 تا مثلا 20,100 بکشیم، همچین چیزیه. می‌بینین همینطوری یه سری کلی واقعا نموداره دیگه، نمودار پیچیده است. یا مثلا 1,000 تاشو بکشیم، این نمودار کاملا پیچیده است. اگه بخوایم ذخیره‌اش کنیم همونطوری که فایل ویو ذخیره کرده، خب خیلی فایل بزرگی میشه دیگه. مثلا 40 مگ فایله، اینجا دونه دونه نقطه نقطه اینا رو نوشته. خب دیدیم دیگه الان. خب حالا این
یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم اینه که این تیکه‌ای که ضبط کردیم و این تیکه‌ای که الان من نگه داشتم، این x متغیر x کلش هم من کشیدم الان این اینو پخش کنیم ببینیم چقدر از آهنگه. این با این کار میتونیم این کارو بکنیم. یک لایبرری دیگه یه تیون آر. الان من این فایل هم میگم این متغیر x هم زد ست کن، یه ذره صداشو زیاد میکنم اولش پخش نمیکرد. بعد میگم این 44 این با انقدر تا سمپلش 1 ثانیه رو میسازه، چند بیتی هم نگه داشته. من نمیدونم دقیقا اینو بهش در میخوره ولی اینا نظری صدا تو غلط خلوط پخش میکنه. اینو میزنیم و پخشش میکنیم. انقدرش بود. نمیدونم شنیدین یا نه. از صداشو بیشتر کنیم. از صداشو بیشتر کردم. حالا دور پخش کنیم. شنیدین؟ آها. این انقدرش بود تا بباره بارونش بود. چون میز صداشو بیشتر کنیم اگه دوست داریم تا انقدرش بود. خب این پس این کل این 100,000 تا عدد رو اگه نگهداریم که یه سری عددن بین 0 تا 14 به خاطر اینکه خب بستگی داره عددا رو چند نگه داره دیگه. این یه کاری کرده فکر کنم طول ماکسیموم عدد تا مینیمومش ماکسیموم منهای مینیموم ای بکنیم تقریبا 1 بشه. احتمالاً اینجوری لود میکنه. اصلا تقصیر این لود کننده هست. خب بعد شما بر اساس اینکه کامپیوترتون بعد چند ولت مثلا بندازه روی این چیز بلندگوتون اینا اون یه ذره زیادش میکنه. این دومیه احتمالاً این لایبرری دومیه ولی عددی که میگیره باید عدد بزرگتری باشه. در نتیجه من اینو ضرب بکنم. خیلی مهم نیست دیگه. اوکی واضحه. خودش این لایبرری دومی یه کار با مزه که کرده اینه که یه صدای چیز ساخته. بذارم اینو بذارم بالا. یه صدای مثلا موج سینوسی ساخته. موج سینوسی میشه یه فرکانس. نگاه کنین گفته عدد 0 تا 3 چی؟ آها یه دونه تی ساخته که یه سری عدد پشت سر همه که اینا مثلا انگار زمانن. بعد گفته هر کدوم از اینا رو سینوس 440 تی بذار جاش. یعنی سینوس ایکس رو بر اون حساب کن. بذاریم بکشیمش پلات مثلا تی و یو. نمیدونم اینجوریه. ایکس مساوی این وای مساوی این همچین چیزی داریم. هم چیزی نداشتیم. پلات بذارم پلات یو تایپ مساوی داریم. این فکر کنم چون سینوسش خیلی ریزه این شکلی میشه. مثلا بذاریم به جای این بذاریم از 1 تا 100 مثلا بکشیم. مثلا میبینین یه همچین چیزیه نمودارمون. خب فقط این همینطوری پشت سرم همینطوری میره جلو. مثلا 1 تا 1000 چه بذار بکشم. این یه چیزه. این 440 هرتزه. یه دونه صدای 440 هرتزی میسازه. حالا در اینکه من اگه یورو پخش کنم اوه کر شدیم. نمیدونم شما هم کر شدیم یا من چقدر صداش بلند بود. با این اون بود. این صدای 440 هرتزی بود. اگه زنده موندین هنوز صدای منو میشنوین یا که این تا 30,000 بزرگش کرده. پس من اگه بخواستیم این عدد درسته بذاریم و اینم بزرگتر کرد. خب حالا این پس دوباره برگردیم اون دادمون رو ببینیم. این دادمون بود بکشیمش. چی گفتین؟ خیلی زوم کردین چی؟
نمودار گسسته است. چرا؟ اصلا کلا گسسته است. ما الان چیز پیوسته که نداریم تو کامپیوتر، نمیتونیم چیز پیوسته نگه داریم که، مگه مثلا فرمولش رو نگه داریم و اینا یه سری عدد نگه داریم، یه چیز گسسته است. درسته؟ خب پس این همون نمودار قبلیمون نگاه کنید. حالا ببینیم اف اف چه. حالا البته به نظرم بزرگه، یه جای کوچیک‌ترش رو زوم کنیم. مثلا فرض کنید از اینجا، مثلا اینجا مثلا x 20,000 تا 20,000 21,000 مثلا بکشیم چیزی، مثلا یه همچین چیزی. خب بذارم ببینم اینو اگه بخوایم پخش کنیم چی میشه. باید خیلی کم بشه. 20,000 رو من بکنم 100,000. گوشاتون رو مواظب باشین. همین قدر بکنید. خیلی کم بود. مثلا 20,000 تا 30,000 بزنیم. 30,000 یه همچین چیزی میشه. 20,000 تا 30,000 رو پخش کنیم. همین قدر میشه. خب حالا برای شروع کار فعلا یه دونه چیز کوچیک رو بگیریم. FFT شو بگیریم. FFT یعنی فست فوریه ترانسفورم. یعنی هم فوریه شو بگیر خلاصه. خب این میذاریمش تو F. حالا باید بیاین F رو بکشیم. یه همچین چیزی میشه. چرا یه همچین چیزی شد الان؟ میتونین حدس بزنین؟ این چی بود؟ چیه دیگه آخه؟ این چه نموداری؟ میتونین بگین چرا؟ نه اینا ریشه انومه واحدا نیستن. اینا ضرایبن. ببینین دقیقاً چون عدد مختلطن اینجوری کشیده. یعنی اولین عدد مختلط که نوشته باید به دومی وصل کردم اینجوری الی آخر. خب حالا پس بیایم چیکار کنیم؟ ریلش رو بگیریم. آر ریل یا متوجه مثلا نگاه کنیم. پس اف مون مثلا صرف کنیم اف یک رو ببینین یه عدد اینه هست، عدد حقیقیه واقعا. اف یک اف دو رو نگاه کنین یه عدد 2 خورده ای به اضافه 2 دهم آیه. خب نمیدونم ریه، بذاریم ری هست اف دو ریل مثلا چیه نمیدونین. ABS این اندازهشه. اندازهشو بیایم بکشیم. اندازه عدد رو به جای این ABS رو بکشیم. ببین چه شکلی شد. ببین خود X رو نگاه کنین دوباره. بذارینم چجوری میدونین چجوری یه دونه پلات رو اد میکنن روی پلات. آر اد پلات اد مساوی تو رو باید بزنیم. آیا پس ببین من دوباره بذارین اینو بکشم. صبر کن یه دقیقه الان بگم قضیه چیه. این پلات این اولیه است. خب اد مساوی تو رو هم چیزی داریم. کال مساوی آر داریم. آقا اد مساوی تو چیه؟ داریم لاینز درسته. دوباره بکشیم. رد یه ذرم کوچیکشون کنیم عددا رو. مثلا این بر 20 این بر 50 میکنیم. دوباره بکشیم. ببینین این بر 50 هم کمه. این بر 100 کنیم. دوباره بکشیم. ببینین چه اتفاقی الان واضحه چه اتفاقی افتاد. این نمودار اولی است، این نمودار دومی است. خب حالا این واسه طول 10,000 تاییه. یعنی الان این 10,000 تا نقطه بوده. بردار اول هم 10,000 تاییه.
بردار دوم که فوریه بردار اوله اونم 10,000 تاست. درسته؟ حالا میخوایم یه ذره کوچیک‌تر کنیم شاید تمیزتر شه. به جای 10,000 تا من بکنمش 1000 تا. این و اینم بکنم 1000 تا، بگم اضافهش کن. ببینین این اولیه 1000 تاست، دومی هم 1000 تاست. معلومه دیگه. الان میبینید توی این نموداره. خب من الان بخوام نمودار اول رو ذخیره کنم، همونطوری که میبینیم کلی عدد رو باید ذخیره کنم. به نمودار دوم بخوام ذخیره کنم باید چیکار کنم؟ باید یه تعداد خیلی کمی از اونها رو فقط ذخیره کنم، چون تقریبا همه این وسطا صفره. میبینید این هم تازه خیلی عدد کوچیکیه. خب بذارم ببینم ABSF رو بنویسم. میبینی سر و تهش عددهای بزرگتری هن، وسطاش عددهای کوچیکی هن. بذاریم ببینیم مثلا اوایلش 1 و 3 و 16 و اینان بعد کوچیک میشه. مثلا من بیام بگم همه اون کسایی که کوچیکتر از 1/10 و خب این تا اینجاش دیدین چه اتفاقی افتاد. حالا دوباره برگردم همون چیزو بذارم، 10,000 تا رو بذارم، یه کار جالبی بکنم. این کل 10,000 تاست. اینم صدای 10,000 تاست. خب فقط چون 10,000 تا خیلی کمه ما نمیتونیم احساس کنیم، مثلا بیشترش کنم، به جای 20,000 بذارم 50,000 تا. ببینیم صداش چطوره. خب اینم بذارم به جای این بکنم 10,000. کویک تایم ببندم. نمید برو خدا. صفانه وقتمون تموم شد. میخواستم بگم که یه بار دیگه من رو ببندم باز کنم فکر کنم. میخواستم اینو بگم که ببینین من اون دیدین یه سری خیلی عددهای خیلی کوچیک داره، یه سری عدد بزرگ داره. من اگه عدد خیلی کوچیک ها رو پاک کنم بندازم دور، صدا عوض خاص فرق خاصی نمیکنه. میخواستم اینو نشون بدم. الان اگه دوستمون برگرده اون قابلیت این ژانگولر بازی ها رو نداشت. کامپیوتر دیگه اینقدر قابلیت ژانگولر رو نداشت. خب من به جای این بگم مثلا 10,000 تا مثلا 50,000 بزنیم صداش چی میشه. خب خوبه، یه صدای معقولی داشت. خب اینو الان اینو کل x هم همین شد که اینم پخشش کردیم. این کل x همه، اینم FFT x همه. خب همونطور که می‌بینیم وسطش کلی صفر داره. حالا من میگم بیایم صفر کنیم، یک تجربه جالبی بکنیم. بیایم این FFT این F همو بگم اون جایی که F ببین اول ببینیم F حدوداً چنده. مثلا F مثلا 1 تا 100 رو بنویسیم. عددهای ABS شو این عددهای نسبتاً بزرگ داره، 2 1 نمیدونم 5 اینا. خب بگم هر جایی خیلی کوچیک بود، مثلا از 1/10 کوچیک‌تر بود، اونا رو صفر بذار. یه جی بذارم که همون Fه. بعد بگم اون جاهایی که جی کوچیک‌تر از 1/10 بود بذار صفر. چی میشه این؟ اینا رو بذار صفر. جی رو گذاشتم F که اون جایی که جی کوچیک‌تر از 1/10 بود بذارشون صفر. کوچیک‌تر از 1/10 دیگه. ببخشید ABS جی کوچیک‌تر از 1/10 بود بذار صفر. خب حالا بذارین
جی باید عین همون باشه، فقط باید بعد جاش صفر باشه. بذار اینم بکشم کو، بازم فرق نمیکنه دیگه. مثلا اینو بزنم گرین جی، هم روی اونه، فقط اینجا صفر شده. اصلا دیده انقدر اون چیزایی که کم بودن و ریختم دور و اینقدر کوچیک بودن که چیزه. حالا ببین چقدر بود اندازه f بیم نه چی لنت f چقدر بود؟ f 40,001 عدد بود. حالا ولی ببینم چیز هانت باید بزنیم. هانت نه چی باید بگم؟ چند تا ویچ نه ویچ نه سام f بزرگتر از abs f بزرگتر از صفر رو نگاه کنیم. یعنی چند تا f چند تا عدد بزرگتر از صفر داره؟ 40,000 تا. d چند تا عدد بزرگتر از صفر داره؟ مثلا 21,000 تا. یعنی نصف شد، 21,000 تا عدد شده. پس ما الان یک بزنیم الان اسکن، پس این عدد یه ذره بزنیم بزرگتر کنیم. بذاریم همون کسایی که کوچیک‌تر از 2/10 بودن رو بذار صفر کن. خب حالا ببینم چند تا عنصر غیر صفر داره؟ 19,000 تا. بازم یه ذره بیشترش کنیم، اذیتش کنیم. چند تا عنصر غیر صفر داره؟ 17,000 تا. اینو به 10,000 برسونیم. خیلی به سختی به 10,000 برسونیم. حالا به 15,000 رسونیمش. خب یعنی خیلی، یعنی تقریبا 30,000 تا 25,000 تا عددش کم کردم. خب با این کار حالا من میخوام اینم از روی این، ما یه صدایی داشتم اومدم تبدیلش کردم، یه سری چیزاشو صفر کردم. حالا از روی این جی میخوام دوباره صدامو بازسازی کنم. اسم متغیر جدیدم میذارم nx رو میگم بازسازی کن IFFT جی. فکر کنم این IFFT نبود. ببین اینورس FFT چیه؟ بذارید سرچ کنم در اینترنت. R اینورس FFT دیگه. آها بعد این اینورس مساوی تو رو nx رو میذاریم FFT این و اینورس مساوی تو رو و تقسیم بر لنث جی هم بکن. nx من الان ببینیم مثلا چند تا عدد اولش رو ببینیم، یه سری عددن دیگه. خب حالا بعد نیست این nx رو بکشیم. بذارین nx هم بکشیم. nx تقسیم بر معادل نمیخواد پینک. ولی همه عددش مثبته. چرا همش مثبته؟ نمیدونم چرا همش مثبته. این یه سوتی داریم که همش مثبت شده، ولی حالا مهم با این حال به نظرم مهم نیست. میخوام چیکار کنم؟ میخوام همین صدا رو، صدای این تاب جدیدمو پخش کنم. ABS نگرفتم. ABS نگرفتم که ABS نه، فقط برای کشیدن ABS گرفتم. تازه مکس جی چنده؟ مکس ABS NX چنده؟ 3 اینم خیلی کوچیک. حالتا نباید من ABS رو بذارم، ولی ببین چجوری شده بود. حالا احتمالاً به خاطر اون سوتی هم که دادیم، البته اینجا بی تأثیر نبوده که الان نه همشون عددش مثبت شدن. خب با این حال نگاه کنین، صدا رو نگاه کنین. شنیدین؟ یعنی تقریبا اون صدای باقی مونده. حالا اگه احتمالاً این سوتی رو نمیدادیم، که نمیدونم الان چه سوتی دادم که این عدد همه مثبت شدن. آها برای کشیدن. نه دیگه. خب آخه الان قبلا مگه برای کشیدن ABS نمیگرفتیم؟ میگرفتیم دیگه. بازم منفی بودن. نه نمیگرفتیم. احسنت درسته. یعنی میگین الان من اینو نذارم، آخه من نیست ولی چیز باشه.
راست بذار من ریل یه عدد چجوری میتونم بگیریم ریل ها ریل دیگه ریل اف یک ای شو بکشیم به جای اینکه اینو بکشیم ایه این ایکس رو بکشم بزنیم چه یک میشه درست ببین درست شد دیدین اصلا تقریبا همون صدای قبلی رو میده یه بار دیگه دیدین چی شد یعنی من 44,000 تا 40,000 تا عدد داشتم درسته دوباره بیاریم کانت اوله 40,000 تا عدد داشتم بعد یه سریشون رو ریختم بیرون 15,000 تا عدد فقط باقی موند خب بعد این 15,000 تا عدد از روش دوباره همون صدای اول بازسازی کردم صدای اول شنیدیم دوباره تغییر دادیم شنیدیم تقریبا همون صدای قبلی بود دوباره بزنین صدای اول نشون این صدای اول دوباره بشنویم این صدای اول بود پس از تبدیل صدا رو بشنویم قبول دارین؟ خیلی تجربه خوبی بودم چون خودم تجربه نکرده بودم اینو برای خودم جالب قبول دارین که تقریبا صدا تغییر نکرد یعنی 40,000 تا عدد داشتیم اگه می‌خواستم ذخیره‌اش کنم من باید 40,000 تا عدد ذخیره می‌کردم یه تبدیلی زدم و این تبدیل اون 40,000 تا عدد کرد حدوداً 15,000 تا عدد دوباره ولی یعنی یه سری عدد کوچیک رو ریختم دوباره وقتی برگردوندمش تقریبا همون صدای قبلی برگشت درسته بذارین الان من وسوسه شدم که این نیمو یه ذره بیشتر کنیم عددمون رو کمتر کنیم ببینیم چی میشه یعنی بذاریم اون یه سری کوچیک ترا هم بریزیم دور دوباره پخش کنیم FFT نه FFT اینو اینورس مساوی ترو تقسیم بر لنث خب ببینم چند تا سامه و 11,000 تا عدد ببینیم بازم صدا همونطوریه این تقریبا فرق نکرد بازم میذاره بیشتر بریزیم دور مثلا کوچیک‌تر از 2 بزنیم چند تا موندن 8,000 تا دوباره پخش کنیم بازم خیلی به نظر نمیاد فرق کرده بزنیم بازم بیشتر بریزیم دور بزنیم 5 5,000 تا موند برش گردونیم پخش کنیم ببینید الان این دفعه کیفیت یه ذره اومده بود پایین احساس کردین؟ نه خب چون شما کلا انقدر با کیفیت نمیفرسته اونور به نظر شما داره بهتر شه ولی خب اگه صدا رو الان باید بیشترش کنم الان اگه صدا رو با کیفیتی که من میشنم میفهمین کیفیت پایین اومده اینو بزنیم 20 تا ببخشید دیوانه میکنه ها خب 20 بذاریم چند تا باقی موند 1800 تا هنوز باقی مونده شنیدین الان باز کیفیت یه ذره کمتر شد شبیه خوبه هنوز آره هنوز خوبه مثلا بکنیم 40 به جای 20 فرق نداره خب دیگه تقصیر اینه که این اینترنت بذار من یک کاری بکنم
کلا داریم وقتمون رو میذاریم سر این بازی، ولی خب بازی جالبیه نیست خدا وکیلی. خیلی خوب. من کیفیت صدا رو بیشتر کردم. ببین الان ببین فرق رو میفهمین. این صدا اولیه است. صدا دو. تفاوت رو فهمیدین؟ خب دیگه این تفاوت اون تفاوت این که چند تا عدد نگه داشتیم. فقط بذاریم ببینم چند تا واقعا. به این آخریه چند تا عدد دردانیم؟ سامه من مطمئنی سامه این اون همونو حساب میکنه. بذارین یه تست بکنم. سامه 3 10 و 0 بزرگتر 0. خب درست 900. پس ببین 40,000 تا رو کردیم 1000 تا عدد اینجوری شد. خب پس واضحه دیگه. واضحه الان چی میخواستم بگم. میخواستم بگم که ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم. بگردیم بر اسلاید های خود. خب این مثال رو میخواستیم ببینیم که چی بگیم. که ببینیم دیدین تبدیل فوریه به چه درد میخوره. این تبدیل فوریه که اینجا تعریف کردیم به چه درد میخوره. به این درد میخوره که شما اگه بتونین بذار کشیده میشه. نه الان در اسلاید در برگه بعدی میبینیم. در برگه بعد از این بعدی میبینیم که تبدیل فوریه که میگیرین یه چیزی که یک برداری که خیلی بزرگه کلی عدد توشه مثلا 4000 عدد توشه یه جوریش میکنه که شما اگه تعداد کمی از عدداشو نگهداری عدد بزرگاش نگهداری عدد کوچیکا رو بریزین دور خیلی اطلاعاتش دور ریخته نمیشه. مثلا صدا رو اگه نگاه کنین خیلی اطلاعاتش دور ریخته نمیشه. خب یه نکته دیگه جالبم اینه که تبدیل فوریه که گفتیم چیه یعنی ضرب کردن این ماتریس در یه بردار. خب اگه بخوایم الگوریتمش رو اجرا کنیم چقدر طول میکشه؟ خب ضرب کردن یه بردار n در n در یک ماتریس n در n در یک بردار او n2 طول میکشه دیگه. درسته؟ اما یک الگوریتم خوبی وجود داره اسمش FFT. اما تو دیدین من الگوریتم FFT هم اجرا میکردم. الگوریتم FFT هست که الگوریتم خوبیه و اینو خیلی سریع در زمان n log n این ماتریس F رو ضرب در این بردار A میکنه. طبیعتا میتونین چون میدونین همه ماتریس ها رو نمیشه در همه بردارا به این سرعت ضرب کرد. این چون ماتریس F خیلی ماتریس تر و تمیز خیلی چیز نظم خاصی داره میتونیم این کارو بکنیم. الگوریتم سریع براش طراحی کنیم. یعنی دیگه همه چی تمومه دیگه. این تبدیل فوریه سریع نیست که هست. خیلی کمک نمیکنه به این که ما تعداد زیادی عدد و با تعداد کمتری عدد نشون بدیم که میکنه. دیگه چی میخوایم از این بهتر؟ نشه میتونین حدس بزنین چقدر کاربرد داره. یه چیز دیگه از این اسلاید دقیقاً از اون یکی درسم آوردم. اینو تیکشو دلم نیومد پاک کنم. ولی خب البته هنوز سوالهای پژوهشی وجود داره. فکر نکنین تموم شده کار. و یه چیزی که این مثلا شاید 20 سال اخیر خیلی روش کار کردن و تقریبا دیگه مثلا حل کردن اینه که وقتی که خروجی مثلا الان دیدین ما 40,000 تا عدد داشتیم ورودی بردار آمون 40,000 تا عدد بود. بردار آکلامون هم بعد 40,000 تا عدد می بود که FFT میزدیم روش 40,000 تا عدد به دست می اومد. اما عملا اون 40,000 تا عددش برامون مهم نبود. تعداد کمتری عددش برامون مهم بود. مثلا اینجا 5,000 تاش تا اگه راستش بخوایم حدوداً 100 تاش خیلی وقت کافیه. وقتی اون تعداد مهماش یعنی بزرگاش که برامون مهمه کم باشه اسم اون رو میذاریم کا. اون وقت میتونیم سریع‌تر این کار انجام بدیم. حتی بدون اینکه همه ورودی رو بخونیم آیا میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ نه. خب الان
برگشتم، مثلا فهمیده بودیم که من رفتم. خیلی بدی. خب آره قلت سوالات پژوهشی باقی مونده با اینکه به نظر من همه چی تمام. خب عین همین، پس ببینین الان تعریف فوریه رو من گفتم که بگم این تیکه اول اینو توضیح بدم، حالا بقیه درسمون در مورد بقیه تیکه این الان میگم. ببین پس فرض کنین یه تصویری الان دیدین، یه صدا داری که یه برداری تو آر ان، مثلا فرض کنین هر چند ثانیه‌شو میگیریم، مثلا الان چند ثانیه بود، فکر کنم حدود یه ثانیه از صدا بود، میگیریم هر یه ثانیه صدا یه دونه یو بردار یو. یه تکنیکی بلدیم که یک ماتریس پایی زد در یو کنیم، دوباره همون اولش ان بودیه، اینم جدیدم ان بودیه، ولی تونوک باشه، تقریبا تونوک باشه. یعنی چی؟ یعنی چند تا عنصر غیر صفر داشته باشه. حالا در مثال ما اینجوری نبود که چند تا عنصر غیر صفر فقط داشته باشه، ولی مهم نیست چند تا عنصر بزرگ داشته باشه. مثلا فرض کنیم کوچیک‌تر از 50 رو ما میگیم کوچیک، بزرگتر از 50 بود عنصراش رو میگیم بزرگ. مثلا پس تعداد عنصرهای بزرگش کم باشه. خب ما همچین تبدیلی داریم که الان داریم، فوریه میگیریم این کارو میکنه. خب حالا فرض کنین که اوضاع خوبه، دقیقاً اونقدر تا عنصر غیر صفر داره، پس فرض کنین همچین کار داریم، یه تصویری صدا داریم، یه تبدیلی بلدیم که وقتی میزنیم روش اون وقت این یه دونه بردار میده که تونوکه. خب اگه میدونستیم این تونوکیش کجاست، میتونستیم یه کار جالبی، اگه میدونستیم کجاست این تونوکیش، یعنی کجاش غیر صفره، از قبل میدونستیم، میتونستیم یه کار خیلی خوبی بکنیم. چیکار میکردیم؟ مثلا اگه کاتا فقط مؤلفه غیر صفر داشت، مثلا فرض کنیم اون کاتا اول بردارمون بودن، یا مثلا شبیه اون شکلی که ما داشتیم اول و آخر بردارمون بودن. اگه راستش بخوایم تو اون شکلی ما داریم اون تیکه آخرش هم نمیخواست نگردونه، ولی حالا مهم نیست، اون جزئیات فوری است. خب فقط اون کاتا رو نگه می‌داشتیم، یعنی به جای انتا مثلا 40,000 تا مثلا 500 تا رو فقط نگه می‌داشتیم. خب 500 تا عدد نگه می‌داشتیم، اینا رو ذخیره می‌کردیم تو فایل. مثلا می‌خواستیم فایل صدا رو ذخیره کنیم، تبدیل رو می‌زدیم روش، اینجا 40,000 تا عدد هر ثانیه، اینجا 40,000 تا بود، اینجا هر ثانیه میشد 50 500 تا عدد. اون 500 تا اگه مثلا سر بردار اون بودن، اون سر بردار رو ذخیره می‌کردیم. بعد می‌خواستیم بازیابی کنیم، چیکار می‌کردیم؟ میومدیم سر بردار رو که داشتیم ذخیره کرده بودیم، بقیه بردار رو صفر می‌ذاشتیم تهش. بعد تبدیل برعکس یو رو می‌زدیم، برعکس پای رو می‌زدیم، برعکس تبدیل فوریه رو می‌زدیم که دیدین الان چجوری و یومون به دست میومد. تقریبا مثل همون یو اولیه بود. یه روشی داشتیم که هر ثانیه رو به جای 40,000 تا براش 500 تا عدد نگه می‌داشتیم. 8 برابر 800 80 برابر بیشتر ذخیره، 80 برابر ذخیره میشد. نه ولش کن سوال پژوهشی الان، همین این تیکر رو ببینیم. خب واضحه؟ اگه میدونستیم کجاست اون غیر صفرا، این کار رو میتونستیم بکنیم دیگه. یه سیستم خوب ذخیره سازی و بازیابی داشتیم. ذخیره سازی بدونی بازیابی که به درد نمیخوره، بعد ذخیره سازی می‌کردیم و بازیابی می‌کردیم. که البته بازیابیمون این میشد که اون عدد، اون چیزی که ذخیره کرده یا تهش انقدر تا صفر بچسبون و تبدیل وارون فوریه رو روش بزن و جواب به دست میومد. درسته؟ مرحله اولش در حقیقت این چون تونک شده بود، ما یه سری ریختیم دوش از روی آر ان یه آرکا ساختیم. درسته؟ آرکا ساختیم. این انگار مثل اینکه یه ماتریس آ توش ضرب کنین دیگه، یه ماتریس آ ضرب کنین که کاتا فقط سطح داشته باشه، که مثلا کاتا قطر اون اولش که کاتا سطح اونجا یک باشه، شبیه یه ماتریس آی باشه، آی کا در کا، بقیه‌اش صفر باشه. خب وارون این کار رو بلد بودیم بزنیم، به خاطر اینکه بقیه‌اش صفر بود، میدونستیم صفر اضافه می‌کردیم و وارون این مرحله پای هم بلد بودیم بزنیم، بنابراین صدامون بازسازی میشه. درسته؟ واضحه؟ سر بردار چیه؟ الان یک چیزی هم داریم ببین. اول سر بردار چیه میپرسن؟
ببین میگم اگه میدونستیم، اگه اتفاقا از یه جای دیگه ای میدونستیم که وقتی که این تبدیل فوریه رو میزنیم فقط سر بردارمون عدد بزرگه، بقیه بردارمون عدد صفره، کات‌های اولش غیر صفره، بقیه صفره. اگه میدونستیم که اینطوریه، اون وقت میتونستیم این کار کنیم دیگه، کات‌های اول ذخیره کنیم، بقیه رو ذخیره نکنیم. وقتی خواستیم بازیابیش کنیم اونقدر تا اونقدر تا صفر تاش اضافه کنیم، دوباره یه چیزی تو آر ان ساخته میشه. انگار وارون آ رو میتونستیم اینجوری بزنیم، وارون پای هم که فوریه برامون میگرفت. فهمیدین؟ یعنی اولین درایه ناصفر. یعنی چی اولین درایه ناصفر؟ یعنی بله، منظورم اینه که اگه اینطوری بود فوریه، دیدی این شکل نمودار فوریه رو میکشیدیم، سر و تهش یه سری عدد بزرگ بود، اون وسطا عدد کوچیک بود، یادتونه؟ خب دیگه، پس سر و ته بردار رو فرض کنید نگه می‌داشتیم. فقط میدونین تو فوریه سر و ته قرینه همه، پس تا می‌داشتیم دور، فقط سرش رو نگه می‌داشتیم. خب بعدم می‌خواستیم بازساز، فقط سر بردار نگه، تا عدد اول نگه می‌داشتیم. واضحه؟ بقیه‌شون که عدد کوچیکی بودن. بعد خواستیم بازیابی کنیم، خب معلوم بود چیکار باید بکنیم دیگه. این سر برد صفر تاش اضافه می‌کردیم، حالا مثلا در مورد فوریه بعد این قرینش هم به ته بردار اضافه می‌کردیم، اینو بعد تبدیل معکوس فوریه می‌زدیم. خب حالا میگن آیا همه بردارا رو اینجوری میشه خلاصه کرد؟ نه، نمیشه. اگه همه بردارا رو میشه اینجوری خلاصه کرد، یعنی اصلا انقدر تا اطلاعات توی بردار نبود. بردارای صدا و تصویر و خیلی از بردارایی که ما به طور معمول باشون سر و کار داریم این شکلی هستن. بردارای عالم خارج اینطوری هستن، نه بردارای داده ها خب اینطوری نیستن، لزوما اینطوری نیستن، بعضی داده ها اینطوری هستن. یعنی در حقیقت اینا به عبارت دیگه ما از قبل میدونیم، از عالم فیزیکی میدونیم که یه الگوهایی تو تصاویر زیاد وجود داره، تصاویر صداها زیاد وجود داره. اونم مثلا الگوهای سینوسی، الگوهای کوسینوسی. خب اینا در تصاویر زیاد وجود داره. نچه من اگه با الگوها توصیف کنم، تصاویر چیزی نیستن جز یه ترکیبی از الگوها تقریبا. خب این از قبل میدونیم. از کجا میدونیم؟ آزمایش نمیدونم، از یه جایی فهمیده بود، یکی آزمایش کرده بود، راست میگه. وقتی تبدیل فوریه میگیریم از چیزای واقعی تقریبا خیلی کمه عناصر غیر صفرش. خب دیگه خب اگه اینطوری از این استفاده کنیم، به جای اینکه توی حوزه زمان نگه داریم یا مثلا پیکسل نقطه ها نگه داریم، اون الگوهایی که اینا رو میسازن نگه داریم. خب چون اینا واقعا از این سری الگو ساخته شدن، اونجا فشرده تر میشه چیزمون، با عددهای کمتری میتونیم تقریبا همون رو توصیف کنیم. خب پس تو اون فضا توصیف کنیم چیزامونو، داده هامونو. واضحه؟ خیلی خب. حالا حتی از اینم کار جالب تره. اینم یه مثالی رو تصویر دفعه پیش نشون دادم، نه؟ نمیدونم. مثلا اینو نگاه کنی، این تصویر اولیه است، تبدیل فوریه میذاریم، تبدیل فوریه معکوس میذاریم، تبدیل دومی است. یه ذره کیفیتش پایین اومده، نمیدونم معلوم از اینترنت رد میشه، معلوم میشه که این چقدر کیفیتش پایین اومده یا نه. یا این پایینی هم همینطور، یه ذره کیفیت اینا پایین میاد ولی نه اینقدر، اصلا معلوم نمیشه. فکر این درصدی شده پایینی، خیلی ایدتون خوبه. آره این میخواد نشون بده که تبدیل فوریه خیلی اثر نداره. خیلی چیزی تبدیل فوریه زدیم، بعد تقریبا همشو ریختیم دور، 90 درصدشو ریخته بود دور. این تو اینجا مثلا اگه 40,000 تا بود، 90 درصدش چقدر؟ خود 90 درصد 10 درصدشو فقط نگه داشته، 4,000 تا نگه داشته واسه تصویر، یعنی 90 درصد فشرده سازی کرده. خب بعد بازیابی کرده این شکل شده. خب من برای چی اینو گذاشتم؟ آیا برای این گذاشتم اینو. ببین ما وقتی که ما یه سری الگو داشتیم، خب الگوهای سینوس، انگار الگوهای تناوبی، و گفتیم مثلا صدا رو به نظر میاد با این الگوهای تناوبی توصیف کنیم خیلی خوبه. خب و راست هم میگفتیم، نشون دادیم که راست هم میگفتیم، بقیه هم نشون دادن که راست میگفتیم. بعد سوال دیگه ای که پیش میاد، ولی ببینین این تبدیل فوریه یه خاصیتی داره دیگه.
میگه شما n تا عدد داری، من n تا الگو بهت میدم. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه چیز باشه دیگه، اون فضا و این فضا مثل هم باشن، رنگشون یکی باشه، n بعدی باشن دوتاشون، هر چیزی رو این ور بشه به طور یک تا اون ور نشون داد و برعکس. مثلا فوریه دنبال این بود که به این چیزا فکر کنه. حالا تو فضای تو توابع پیوسته، الان ما تو بردارای گسسته این دیگه. خب اینا مثل همن. خب ولی سوال اینه که من یه موقعی میخوام یه عکس رو ذخیره کنم، چرا باید خودم رو محدود کنم به این الگوها؟ ممکنه یه الگوهای دیگه هم به ذهنم برسه که اتفاقا زیاد تو عکس میاد، یا مثلا به جای عکس مثلا فرض کنید تصاویر سی تی اسکن رو نگه دارید. تو تصاویر سی تی اسکن شاید یه الگوهای دیگه‌ای بیشتر تکرار بشه از این الگوها. اونا رو هم اضافه کنم به الگوام. چرا فقط n تا الگو داشته باشم؟ بیشتر نگاه داشته باشم n 2 تا الگو داشته باشم، الگوهای پرتکرار. اونا رو هم اضافه کنم و تلاش کنم که افمو پس وقتی که به جای n تا الگو n 2 تا مثلا الگو دارین، اون وقت افتون رو به طور یکتا نمیتونین لزوما به طور یکتا نشون نمیدین تو این الگوها دیگه، درسته؟ ممکنه به طور غیر یکتا نشون بدین تو این الگوها. یعنی بشه مثلا، چون همه رو میشه با سینوس کوسینوس توصیف کرد، با همین توابع تناوبی توصیف کرد، همه رو به طور یکتا میشه توصیف کرد دیگه، همه بردارهای انتایی رو. وقتی من یه سری الگو دیگه اضافه میکنم، اون وقت نمیدونم الان این بردار جدیدم با کدوما توصیف کنم. اون وقت مثلا یه جوری تلاش میکنیم که ببینیم با کدوم الگوها توصیف کنیم بهتر توصیف میشه. مثلا با 10 تا از این الگوهایی که دستمونه توصیف کنیم، ببینیم کدوم بهتر توصیف میشه، اونو ذخیره کنیم. واضحه چی میگم؟ اینجوری چه بسا بتونیم با تعداد کمتری، مثلا ای با سینوس کوسینوس مجبور بودم 20 تا سینوس کوسینوس نگه دارم تا بتونم صدا رو بازسازی کنم با یه کیفیتی، چه بسا وقتی یه سری چیزای دیگه اضافه کنم، مثلا تاب مربعی هم اضافه کنم، بگم آقا تاب مربعی، چون سینوس کوسینوس مربعی نیستن، تاب مربعی هم اضافه کنم، بگم آقا اشکال نداره یه ضریبی از تاب مربعی هم اگه دوست داشتی اضافه کن. وقت دنبال این بگردم که تا چیزمو صدامو چجوری، حالا اگه مثلا با 10 تا میتونستم توصیف کنم سینوس کوسینوس یا مربع اضافه کنم، چون خود مربعی رو با مصیبت ما باید با سینوس کوسینوس ها بسازیم. اون وقت خیلی توابعی خیلی راحت‌تر شاید بتونم توصیف کنم، مثلا با 3 تا توصیف کنم، در نتیجه به جای بازم فشرده تر میشه صدام اگه بخوام از برای فشرده صوتی ازش استفاده کنم. خب واضحه چی میگم؟ انگیزه من معلومه؟ آره، به این میگن تبدیل ویولت، موجک فکر کنم ترجمهش میکنن. این یه مدت خیلی مد شد تو برق. خب چون خیلی ایده جالبیه، شاید میگن آقا چرا کی گفته سینوس کوسینوس ها، یه چیزای دیگه اضافه کنین چه بسا بتونیم فشرده تر کنیم صدا و تصویر. و به این میگن تبدیل ویولت. خیلی هم مد شد و خیلی هم روش کار کردن، خیلی هم چیز جالبی. خب اون وقت دیگه این مسئله جدی‌تر میشه دوباره، که قبلا هم جدی بود الان جدی‌تر میشه که چی؟ که اون وقت شما یه فشرده کردین، چیز بردار اولیه‌تون رو به یه بردار ثانویه تبدیل کردین که خیلی تونوکه، یعنی فقط خیلی تعداد کمی غیر صفر داره، ولی معلوم نیست این غیر صفرش کجاست، نمیدونیم کدوم خونه هاش غیر صفره که نگهداری کنیم. اگه بخوایم هم خونه های غیر صفر هم جای خونه های غیر صفر رو نگه داریم، باز بیشتر باید جا بگیریم، درسته؟ و 2 برابر انگار هم اندیس رو نگه داریم هم عدد رو. سوال اینه که آیا میشه یه جوری ما با یه تکنیکی بزنیم که واقعا وقتی کات عدد اونجاست نمیدونیم کجاست، یه جوری همون کات ها رو با یه تکنیکی یه چیزی یه بردار نگه داریم که خیلی فرقی نکنه با اون کات ها، ولی بدونیم که جاشو بدونیم، ولی بتونیم برش گردونیم. فهمیدین سوال اصلی چیه؟ پس سوال اینه که وقتی نمیدونیم اون کات ها کجان، چی رو نگه داریم که بشه بازسازیش کرد؟ سوال واضحه؟ من یعنی تمام این جلسه رو مقدمه جلسه پیشو گفتم. سوال واضحه. خب خب یه ایده اینه که دفعه پیشم من دقیقاً دفعه پیش سعی تکرار نکنم، فقط مقدمه‌شو بگم. گاما چیه که افزایش دادیم؟ گاما اصلا من در این شکل گاما نمیبینم. پای افزایش دادیم. دقیقاً پای افزایش ندادیم. دقیقاً نگاه کنین این یومون تو فضا n بعدیه. خب
من یه تبدیلی میزنم، احتمالا الان نمیدونم تبدیلش درست چیه، شاید خطی هم حتی نباشه، ولی یه تبدیلی میخوام بزنم که این یو رو ببره به جای فضای ان بعدی تو فضای ان دو بعدی، مثلا به جای این کوچیکش بکنه بزرگش کنه، ولی تعداد صفرا، تعداد یکاش، تعداد غیر صفراش کمتر بشه. همین یه تبدیلی دارم که از ان بعد میبره تو فضای بیشتر بعدی، مثلا ان دو بعدی، ولی اگه من می‌خواستم مثلا فوریه بزنم 100 تا غیر صفر داشت، اینجوری 5 تا غیر صفر داره، ولی توی فضای خیلی بزرگتر، بیشتر بعدی. خب ولی درست واضحه. خب اون وقت اگه بخوام اینو ذخیره کنم، بعد هم عددا رو عددهای غیر صفر رو ذخیره کنم، هم جاشون رو ذخیره کنم. سوالی که میشه یه کاری کرد که لازم نمیشه جاشون هم ذخیره کنم، فقط خود عددا رو یه جوری با تکنیکی یه چیزی ذخیره کنم که جای عددا رو نشون بده. اونم مهم نیست جای عددا رو نشون بده، مهم اینه که میتونم اینو برگردونم، اونو ذخیره کنم، یه تبدیلی بزنم، اینو بره تو آرکا، اونو ذخیره کنم و بتونم بازیابی کنم، مثلا در 2 مرحله. واضحه؟ مثلا وقت حالا اگه این تبدیله که من میگم از مثلا فضای Rn یا Rn2 مثلا میبره توی فضای کوچیک، یه ضرب ماتریس باشه، یه ماتریس A، بگم یه ماتریس A رو ضرب کنیم، خودم محدود کنم به همه تبدیلاتی که یه ماتریس A رو ضرب میکنم، که دقیقاً این مثلا ماتریس A از n بعد یا از هر چند بعد میبره به k بعد، ماتریس A من از n بعد میبره به k بعد. خب حتی برعکس باید میگم، یک ماتریس، یه ماتریس، آخه اون یه تیکه‌اش حذف کردم از جلسه پیش، اینجوری شد، یه ماتریسی باشه که از n بعد ببره به k بعد. خب برعکس اون دقیقاً فرض کنم برعکس این کاری که میخوام برای بازیابی، میخوام یه ماتریس توش ضرب کنم، یه ماتریسی پیدا کنم، ماتریس A. نه اصلا همینه، درسته، همین میشه. پس یه ماتریس A، تبدیل من فرض کنم یه ماتریس A که از n بعد میبره به k بعد. حالا میخوام بازیابی کنم، بازیابی میخوام بکنم اون برداری که این ماتریس رو زدم، A رو توش ضرب کردم و کوچیک شده. مسئله بازیابی من میشه یه همچین مسئله، میگه یه بردار ایکسی پیدا کن تو n بعد که وقتی A رو ضربش میکنی میشه این چیزی که ذخیرش کردی، این y یا این b که ذخیرش کردی، و تعداد غیر صفراش کمه، k مثلا. آره حالا k، اینجا k باید میمونه. درسته؟ مسئله بازیابی من میشه یه همچین مسئله، میشه مسئله یافتن یه ایکسی که وقتی خلاصش میکنیم بشه b، همین چیزی بشه، همین y که ذخیره کردیم، و تعداد غیر صفراش کمه. درسته؟ واضحه که مسئله من میشه این؟ نه واضح نیست؟ یه بار دیگه میگم، ببین میدونستیم ما اینجا یه بردار تونک داریم دیگه، یه بردار داریم که مثلا r تا فقط غیر صفر داره. خب گفتیم آقا این چیکار کن، میخوام r تا غیر صفر داره، من میخوام اینو ببرم، یه بردار انتایی دارم که r تا غیر صفر داره، میخوام ببرم توی یه جای کوچیکتری ذخیرش کنم. خب این تبدیله رو چی بگیرم؟ یه تبدیل اگه میدونستم کجاش غیر صفره، تبدیلم این بود که اون جای غیر صفر نگه دار، بقیه رو بریز دور. این تبدیل خوبی نیست چون نمیدونم کجاش غیر صفره. یه کار دیگه این که میتونم بکنم اینه که یه ماتریس ضرب کنم که از n بعد ببره تو k بعد، یه ماتریس k در n. خب حالا اگه این کارو بکنم، اون ماتریس A رو ضرب کنم، چجوری باید بازیابی کنم این بزرگه از این کوچیکه؟ چجوری باید این بزرگ از این کوچیکه بازیابی کنم؟ باید دنبال یه ایکسی بگردم، یه بردار ایکسی که وقتی این ماتریس A رو روش بزنی، این ماتریس B رو بسازه. درسته؟ چون همین جوری کردم این ماتریس رو ساخته دیگه، این چیزی که یارویی که ذخیره کردم اسمش B فرض کن، این y همین B. وقتی ماتریس A رو توش ضرب کنم اینو بسازه اولا. دوما خب میدونستم اینجا یه بردار تونک داریم دیگه، یه برداری داریم که تعداد غیر صفرش کمه. دوما این شرط هم داشته باشه این برداره که این ماتریس این برداره که ماتریس A توش ضرب شده اینو ساخته، این تونک هم باشه. درسته؟ برای بازیای بعد این کارو کنم دیگه، ایکسی پیدا کنم که این تو این دو شرط ست کنه. واضحه؟ چون این بوده که تبدیل شده به این یارو که من ذخیرش کردم، یه ایکسی بوده که من آ رو توش ضرب کردم، اینو ساخته و تعداد غیر صفرش هم کم بوده. درسته؟
اینو فرض کنیم بلد بودیم دیگه. اینو برمیگرد اگه این تیکه بردار بزرگ تون و کوچیک کن و بلد باشیم برگردیم، میگه بلد بودیم مثلا وارون FFT میزدیم یا وارون ویولت میزدیم که کار ساده ایه. مثلا وارون FFT شبیه این بود که بردار گسسته شده سینوس رو ببین چند تا از، مثلا شما گفتی 3/10 تا از سینوس 3x، خب اون جمع کن. 3/10 تا از مربع 3/100 تا مربع 3/100 تا مربع جمع کن. اتفاقا این کار آسونیه. درسته؟ تیکه سختش اینه که این تیکه مورد مسئله ماست که میشه این مسئله این که اینو بتونی حل کنی. یه بی به شما دادن، یه ماتریس آی بعد فکر کنیم که چی بذاریم و یه آری به شما دادن. این مسئله حل کنیم که آx مساوی ب، یه ایکسی پیدا کنیم آx مساوی ب و نرم صفر ایکس کوچکتر مساوی آر، یعنی نرم صفر یعنی تعداد غیر صفر. من دوباره گول خوردم و فکر کردم الان اینجا وقت زیاد داریم اون نرم رو یه ذره توضیح میدم چیه که نمیتونیم توضیح بدیم، ولی خب خلاصه اینه مسئله. اون همش رو گفتیم، مقدمه‌ای بود برای اینکه بگیم این مسئله جالبیه. مسئله این که اگه یه آی خوب به ما داده باشن، مسئله AX مساوی ب رو بتونیم حل کنیم با قید نرم صفر x کوچکتر مساوی r. نرم صفر این تعداد عناصر غیر صفر. خب اینو من کلا این مقدمه رو گفتم که این مسئله جالبیه و بقیه‌شو دیگه جلسه پیش گفته بودم. بقیهش چی بود؟ بقیه ماجرا من فقط یک مروری بکنم که اگه ماتریس آ این خاصیت رو می داشت که هر دو تا ستونش از هم هر دو آر تا ستونش از هم هر دو آر ستونش رو می گرفتی از هم مستقل بود، اون وقت این خاصیت رو اون وقت این خاصیت خوب رو می داشت. از این نتیجه می شد که اگه یه جواب این دوستمون این مسئله یه جواب داشته باشه، فقط یه دونه جواب داره. یه جواب داشته باشه که تو اینا صدق کنه، فقط یه جواب داره. یعنی پس اگه از اول یه دونه جواب بوده اینجوری فشردش کردین ذخیرش کردین، این ب رو به دست آوردین ذخیرش کردین، این x به طور یکتا مشخص میشه. یه دونه فقط x هست که تو این صدق میکنه اگه آمون این شرط داشته باشه. پس موقع فشرده سازی من باید یه ماتریس آی پیدا کنم که این خاصیت داره و ضربش کنم تو اون x هم که توی Rn تا یه دونه b توی Rk بسازه که کوچیک باشه. واضحه؟ انشالله که واضح باشه. دفعه پیشم گفتم، من احساس میکنم بعد الان نسبتاً واضح باشه. و بعد یه حرف دیگه ای که زدیم که یک آی خوب یه ماتریس تصادفیه. اگه یه ماتریس تصادفی به اندازه کافی بزرگ، مثلا 2r در 2r غلطه، 2r در n بگیریم، یه ماتریس تصادفی 2r در n بگیریم، این خاصیت رو داره. خب بعدم گفتیم خب اگه ماتریس 2r در n داشتیم، بعد پس اینو حل می‌کردیم. می‌خواستیم x رو پیدا کنیم، این دستگاه رو حل می‌کردیم. ax مساوی ب به شرط اینکه تعداد عناصر غیر صفر x کوچکتر مساوی r باشن. و گفتیم ولی اینم سخت حل کردنش از لحاظ محاسباتی. ایده بود، ایده عجیبیه که میگه به جای اینکه اینو حل کنی اینو حل کن. این دستگاه میگه بی پی مینیمایز کن نرم یک x رو به شرط ax مساوی ب. توضیح دادیم اینو میشه با یه دونه برنامه‌ریزی خطی حل کرد. و خب سوال اینجا بود که حالا ما به جای این میخوایم اینو حل کنیم، کی گفته اصلا جوابشون یکی هست؟ و سعی کرده بودیم در این با این قضیه نشون بدیم که جواب این دوتا یکی هست. یه قضیه‌ایه که میگه اگه اون ماتریس آتون اینقدر تا سطر داشته باشه، جواب این دوتا یکی میشه. جواب این و این یکی میشه. ولی خب اینو نمیتونیم حل کنیم، اینو میتونیم حل کنیم. پس فرقش اینه که این قضیه ثابت به ما میگه که اگه آتون تصادفی باشه، اون وقت اینو به این تبدیل کنین، این مسئله حل کنین، جوابش همون جواب اونه. خب قضیه دقیقاً همینه. میگه اگه عدد تصادفی برداری و تعداد سطرات به اندازه کافی زیاد باشه، مثلا انقدر تا باشه، اون وقت به احتمال خوبی این برقراره. به احتمال انقدر یک منهای ای به توان منهای یه عدد ثابت زد در m این برقرار که اون دوتا جوابشون یکیه. خب و گفتیم تعبیر هندسی اینم اینه، این حرفی که اونجا زدیم که جواب این دوتا یکیه. اینه که مثلا فرض کنیم که تعبیر هندسیش اینه که خلاصه که اگه
اون شرط تبع انزش اینه که این چیز مثلا این AX مساوی ب نگاه کنی، AX مساوی ب میگه این AX مساوی ب اگه توی اعداد خوب، توی جای خوب، مثلا اینجا نگاه کنی، این نرم x1 همچین شکلی میشه، نرم x1 مثلا مساوی 1. میگه نگاه کنین اگه این AX مساوی ب AX مساوی 0 رو، AX مساوی 0 یعنی همین خط رو از وسط ببریم وسط، AX مساوی مثلا x2 میشه از اینجا رد کن، x مساوی مثلا x2 میشه از اینجا رد کن. خب این همون AX مساوی 0 که جابجا شدن، AX مساوی چیزهای مختلف شدن. میگه اگه اینجوری باشن که از این گوشه ردشون کنیم فقط یه جا قطع کنه این چیزو، یعنی مثل اینه که فقط یه جواب داشته باشه، یه همچین اون شرط معادل اینه. واضحه؟ یا به عبارت دیگه میگه که وقتی اون صفحه، ببینید این مسئله مینیمم کن فلانو به شرط این، یعنی AX مساوی ب یه دونه صفحه است دیگه، مینیمم کن اینو شبیه اینه که میگه این یعنی توی همه اینایی که توی این صفحه صدق میکنن، توی AX مساوی ب صدق میکنن، ببین کدومشون کوچکترین نرم یک x رو دارن، یعنی که انگار اون نرم یک x مساوی 0 رو بکش بعد اینو شروع کن بزرگ کردن، نرم یک x مساوی یه چیزی بزرگ کردن، اولین جایی که قطع میکنه اون کمترین نرم یک رو داره دیگه. میگه که اینجوری بیا اینو قطع کن، این بیا اینو قطع کن، این تو یه جایی برخورد میکنه. خب این جایی که برخورد میکنه دقیقاً جواب اون مسئله قبلیه. مسئله قبلی چی بود؟ میخواستیم نرم صفرش کم باشه، درسته؟ این معنیش اینه که نرم صفرش از آر کمتر باشه. معنیش اینه که اولین جایی که قطع میکنه یه جایی که نرم صفرش در نسبت غیر صفرش کمه. معنیش اینه که اینو بزرگ کنی اولین جایی که قطع میکنه خیلی روی مثلا چیزاست، محوراست یا بین محورای کمیه. این آن چیزی بود که من میخواستم بگم. معنیش اینه که شما اگه همچین مسئله‌ای داشته باشین، مثلا فشرده سازی صدا، بعد این کارو بکنین. اول باید تبدیل فوریه بزنین، بعد این ماتریس تصادفی به دست بیارین، اون ماتریس تصادفی رو روش ضرب کنین نگه دارین. خواستیم برش گردونین، باید این برنامه‌ریزی خطیه رو حل کنین. AZ مساوی y مینیمم کن نرم 1 رو. بعدش تبدیل فوریه معکوس بزنین تا این یو به دست بیاد. و این یک الگوریتم فشرده سازی خوبه که فکر کنم الان یه جاهای خیلی خوبی استفاده میشه. تموم شدیم که من میخواستم بگم. یا این تهیش رو یه ذره سرعت رو زیاد کردم، مقدمه رو بسیار کند گفتم و مؤخره رو و اصل مطلب رو بسیار سریع. کلن فهمیدین چی گفتم؟ کلن رفتین ها؟ نظرسنجی؟ منظورتون اینه که نفهمیدین دیگه. نظرسنجی یعنی نفهمیدین، روون نمیشه اینجا بگی. من الان در دو تا نظرسنجی کنم ازتون. یکی بپرسم مقدمه رو فهمیدین، دوم بپرسم که کلیت این که چجوری دستگاه تونوکو حل میکنن آیا فهمیدین یا نه. درسته؟ ولی الان شما به این دومیه جواب بدید که آیا کلیت این که دستگاه تونوکو چجوری میشه حل کرد و فهمیدین یا نه. خب خیلی از این جوابای سایری که میذارین گاهن خیلی جذاب و بامزه است. خیلی
خیلی خوب. خیلی هم اوضاع بد نبود. نظرسنجی میگه خیلی هم اوضاع بد نیست. از دفعه پیش که به نظر میاد بهتره. آره من فکر می‌کنم که سعی کنیم یه ذره چیز کنیم دیگه، یه ذره دستورزی کنیم با اون قسمت مقدمه، یه ذره احساس کنیم چرا این کار جالبیه. قسمت دومم خب به خاطر اینکه تو کتابم خیلی کلیاتشو گفته بود، چون اثبات این جزئیات اثباتش اصلا این راحتی ها نیست. من تو اون کلاس هم یه دو سه تا قضیه گفتیم در این زمینه که این قسمت از مبحث درس، ولی اصلش اثبات یه قسمت‌های اصلی داره، اونا رو آخرش هم اثبات نکردیم، بخاطر اینکه به نظرم فایده خیلی تکنیکی و ارزش چندانی هم نداره. یعنی برای اینکه جزئیاتش خیلی سخته کتاب هم در نتیجه نگفته، ما هم در نتیجه نمی‌خواستیم بگیم، ولی اینکه کلاً چیه به نظر من جالب بود. این کلاً این ایده استفاده کم کردن نرم یک به جای نرم صفر، این خیلی ایده مهمیه، خیلی ایده مهمیه که کار هم یعنی شهوداً نشون داده میشه کار میکنه، هم اصلا این سه قضیه داریم که اینا کار میکنه. این خیلی ایده مهمیه، چون اولیه رو اصلا نمیشه حل کرد ولی دومیه میشه حل کرد و نشون میده و اون قضیه ها نشون میده که جواب این دوتا خیلی وقتا شبیه همه. اینو میگه این خیلی ایده جذابی، اصلا ایده مهمیه. ده مثلا فرض کنیم تو آمار میخوایم یه مسئله حل کنیم، میخوایم پارامترهای مؤثر رو پیدا کنیم، مثلا در کرونا میخوایم پارامترهای مؤثر، مثلا جاهای مؤثری که مردم رفتن رو پیدا کنیم. در چه باید یک جواب پیدا کنیم که نرم صفرش کم باشه، یعنی بگیم آقا جاهای مثلا 3 تا جای مؤثر رو به من نشون بده. مثلا میخوام مثلا 3 تا جاها رو فرض کنیم تو متغیر x نگه داریم، دوست دارم این نرم صفرش کوچیک مثلا 3 باشه، اینو نمیشه حل کرد. چیکار میکنیم؟ جاش میایم نرم یک رو کمینه میکنیم، وقت تقریبا همیشه وقتی نرم یک رو کمینه کنیم نرم صفر هم کمه. این از این ایده استفاده میکنه مثلا که جای مؤثر رو. خیلی ایده شگفت انگیزیه. همین، دست شما در نکنه و خسته نباشین. خیلی